امروز ما از سیمای شما با باقی ماندن کمی بیشتر از 10 روز تا سنه انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، نامزدها به این سمت و یا شخصی باور کردهشان با کلوار وعده ها به منطقه سوخت آمدند. تا آخر هفته در 18 شهر و نواحی سوخت با انتخاب کنندگان دیدار و صحبت ها خواهند کرد. دیروز در شهر استرافشان عبدالحلیم غفاروف، میراج عبداللهیف، رستم رحمتزاده و دو شخصی با اعتماد رستم لطیفزاده و امام علی رحمان فرصت داشتند همگی در حدود 15 دقیقگی برنامه های بعد پرزیدنتی را به مردم ارائه کنند. در آن جایی که شهروندان ما در روسیه، قزاقستان، کره جنوبی دیگر مملکت‌ها کار و فعالیت میکنند، ما باید ساختارهای تأسیس دهیم که شغل رسمی را تامین کرده توانند. برای که بسیار از شهروندان ما از سبب ندانستن قانونگذاری همین مملکت‌ها دپورتاسیون میشوند. رسیدگی به مشکل مهاجران، تأسیس جای کار، نیست کردن رشوه‌ستانی، مبارزه با تروریسم، کم کردن مدت خدمت در ارتش، مسائل گندری و امثال این از موضوعی بودند که بیشتر صدا دادند. ساکنان و اشتراکدارانی که برای گوش کردن وعده های آنها آمده بودند میگویند در برنامه پیش از انتخاباتی نامزدها مشکلات واقعی جامعه کمتر ذکر شدند و نامزدها به مسئله های خرد و ریزه اکتفا کردند. در اینجا یک مسئله دیده نبرآمدن که این بسیارتر مسئله عائله در جامعه، بسیارتر عائله هایی که هستند حاضر نافهمی شده در بین یکدیگر، بسیار عائله ها نافهمی همدیگر شده، از عائله جدا شده رفتند، یک تا دو تا تا سه تا کودک یتیم مانده‌اند. 5 نامزدی که به انتخابات پرزیدنتی در تاجیکستان راه یافتند با برنامه‌های وارد این معرکه می‌شوند که به گفته خودشان برای زندگی شایسته مردم است. اما ساکنان و کارشناسان و تحلیلگران میگویند عملی شدن وعده و برنامه آنها همیشه زیر سوال است. خصوصا عبدالحلیم غفاروف گفتند که باید هر یک شخص جای کار داشته باشد، جای کار داشته باشد و معاشی بسنده گیرد برای دوام دادن زندگی، برای زندگی درست برآمدن مبلغ ضرور است، جای کار ضرور است. لیکن متاسفانه کارخانه‌های شهر استرافشان از فعالیت بازمانده شده. های من محترم پرزیدنت ما امام علی رحمان بسیار کوشش‌های زیاده کردند، لیکن کارخانه کار نمیکنه. انتخابات پرزیدنتی در تاجیکستان روز 11 اکتبر دایر خواهد شد و در آن پرزیدنت برای 7 سال دیگر انتخاب می شود. از حالا بسیاری ها تخمین میزنند که نتیجه انتخابات معلوم است و اشتراک چند نفر به حیث نامزد تنها برای پررقابت نشان دادن انتخابات است. نظری که طرفداران حکومت و نامزدهای ثبت شده آن را رد میکنند. کدامی را انتخاب میکنند به طرفداری آواز یکی وجدانی پاکش قطعی که فایده میارد که نمیارد. تشکر به دقتتان. سلامت باشید. تشکر زیاد. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر استرافشان.